سفر هستند سفر رو برود صحت بودی سلامت با کیسه های پرگاهی های سود نزد خاندان نزدی وطنی عزیز برگردن نصیبی چی مقصدی چی آرزوهایی Ya arkadaşlar pozisyon direnmiş. Şeyden ya gençler bunu mu çocukça yol gibi mi malum? Ne hazırlık ne zaman megares البته خاندان تکلیف کردن من چون که به زبان ازبکی صحبت کردن نمیتونم عذران انشاءالله فقط به زبان فارسی خداخواهد به شما عزیزان هم صحبت یک نگاه صحابه میگد از کار اومد بسیار تشنه بود بسیار تشنه که زمان میاد که کاسیات العاریات میبراید لباس پوشیدگی لچکا میبراید امروز لباس ها وظیفه خش اجرا ندارد باور میکنیم بعض زنها پوشیده است ناموس میکنی حمد و سپاس بر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم برادران اهل اسلام اولا حمد و ثنا بر خدا را بعد از آن در این سحر مبارک پرفیض پربرکات که امروز حج المساکین جمعه مبارک است و پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم سلام و درودی به پایان باد عزیزان من خدمت برای شما شناس میکنم الحمدلله بس سخن آغاز میکنیم من خداخواهد ولایت فرغانه ناحیه سوخ زمین و در قشلاق هوشیار مسجد تاج محل امام هستم مثل امام های مسجد های شما البته خاندان تکلیف کردن من چون که به زبان ازبکی صحبت کردن نمیتونم عذران انشاءالله فقط به زبان فارسی خداخواهد به شما عزیزان هم صحبت میشیم مقدار خداخواهد نیم ساعت وقت بسیار نمیگیریم چون که روز ما با جمعه برگشته رفتن و در کار انشاءالله ولی من خداخواهد اولا اهل خاندان و مناسبت فرارسی توی سنت سنه رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارک باد میگیم الله سبحانه و تعالی بین این دو نوجوان محبت آدم و حوایی و بین این دو نوجوان محبت یوسف و زلیخایی و این بین این دو جوان محبت محمد مصطفی و خدیجه کبریایی و این دو نوجوان آن محبتی که بین علی رضی الله تعالی عنه و بین فاطمه پیدا کرده بود الله سبحانه و تعالی بین آنها پیدا نماید و در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیبش الله سبحانه و تعالی الها کرامت نماید و چون این روز خرسندی را به کل هر یک خاندانی مسلمان زمین الها خداوند نصیب بدارد و یک چند ما صحبت که توی عروسی است درباره داماد و عروس انشاءالله کمتر صحبت میکنیم بعضی حقهایی که بالای داماد است و بعضی حقهایی که انشاءالله بالای زن است قسقه باشدم انشاءالله به شما عزیزان انشاءالله خاطر بلکه نه عزیزان ما و شما استادان بسیار صحبت کرده هستند و بعدا تکرار شود حضور لیکن چون که حدیث یک است آیت یک است دیگر نمی شود انشاءالله و هر پهلو عالم ها معنی داد میکنن انشاءالله ما هم حرکت میکنیم قدر امکان انشاءالله بس همین عزیزان رسانیم پنج حقی که عزیزان من بالای مرد است انشاءالله من به شما میرسانم امروز بسیار مانده سوال میشد که برای چی عائله ها مهر ندارند محبت ندارند و یک دیگر دائم جنگ و جنجال هستند دائم غربت هستند
اگر این مسئله ها اگر ما عمل کنیم، این غربت، این انشاءالله جنگ و جدال، این انشاءالله نامرسایی ها از بین قوم جمعیت ما شما برداشته می شود. افسوس لیکن ما این عمل ها رو نمی کنیم. یکم کاری که خدا خواهد حق زن بالای مرد است، یکم باید که مرد خوشفعل باشد، خوش رفتار باشد، خوش گفتار باشد. عزیزان من، وقتی که خانه‌دار میشین باید که چهره گشاده داشته باشیم نسبت زنهامون. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم در سخن مبارکش میگن کدام جوانی که میشد نزد زنش بیاید و با یک چهره گشاده میگد با زنش صحبت کند، یک ثواب آزاد کردنی غلام در راه الله ثواب میداده است. عزیزان من، اگر میخه چهرهش گشاده، ولی ما شما چهرهمون برای زنهای بیگانه میکشویم. افسوس زنها مونده سخنی خوب نمیکنیم، لیکن زنهای بیگانه، هم صنفایی که بیگانه داریم یا که در این تشکیلات کار میکنیم، زنهای بیگانه چنان شیرین صحبت میکنیم. اگر این شیرین صحبت ها را با زنت کنی، انشاءالله خداوند در آیله جنگ نمیشود. ببینید پیغمبر بزرگوار میگن اگر کدام شخصی که در زنش تبسم کند، خندد میگد، ببینید ثواب حج و عمره را در نامه اعمالش الله کتابت میکنه است. اگر خندد، زنش با سخنی خوب، با هزیل و با شوخی ها زنش شاد کند. ببینید ما شما حج و عمره را خداوند چند میلیون پول کتی صرف میکنیم، طوری امروز میریم، لیکن اگر ما تبسم کردن نسبت همسرام و زنهامو، الله سبحانه یک ثواب حج و عمره در نامه اعمال ما شما نیست است. ببینید اگر مبادا میگد همسرش میگد در کنارش گیرد، بوسه کند و بازی محبوبانه بازی کند و نفسانیت شد بین یکدیگر شکند، الله سبحانه و تعالی گناه هم مرد هم زن میگذاشته است. افسوس میکنیم اکثر ما همین مسئله ها خود سوال تین که آیا ما همین نسبت حدیث کرده سادیم؟ نسبت همین حدیث معاملت داریم؟ سوال که خداتون انشاءالله خداوند. اکثر زنها در سیدای ما میدرویند، می نیستند مکتوب ها که حتی میگد یک زن نیست است که همسر من داملا جان مسجد می رود، در صحبت شما می شیند، لیکن اخلاقی بد دارد، رفتاری بد دارد، فقط من حقارت میکند، من می نازد. داملا جان از زندگی بیزار شدم. عزیزی من کاری کنی که همسرت مثل همسرهای صحابه ها، مثل همسرهای پیغمبرها شب چی خشنش نداند. زنهای صحابه را بینن، وقتی که صحابه با کار می رفتن، زنش در آفتاب می استاده است. بینن آفتاب نمی استاده است. همسایه ها می دیدن نفتن که آخی باعث آفتاب استادن تو چی است؟ آخی در این آفتاب نبی. می گفت است که از روی انصاف و عدل نیست که همسر من، شوهر من در آفتاب کار کند و من در سایه بشیم. از روی عدل انصاف نیست. ببینید چنان زنهایی بودن که منتظر پایسته می استاده است. وقتی که شوهرش قسمی بیگاه که از کار اومد، چنان پریده نزد دروازه می رفته است، دستکای شوهرش بوسه کرده، قبول کرده، آب گرم کرده می مونده است. چون که آبی گرم هلاک انسان می گرفته است. پاچکاش در را می شفته است و با خانه داخل می کرده است، در را افقات خداخت پیش می کشیده است. امروز سواتی که کدام زنی ما و شما امروز کار کرد؟ بگوید نمی کنند. برای چی؟ چون که خبر ندارد و ای حدیث ها با خبر نیست. چون که زنهای ما و شما مسجد نروند، نماز جمعه نروند، صحبت عالمان در نشنند، از کجا شنوند؟ این خصلت هایی که به ها داشتن. بینید یک نگاه صحابه میگد از کار اومد، بسیار تشنه بود، بسیار تشنه. همسرش دید که میگه زنش بسیار تشنگی میگه در چهرش است، گفت که زنک جان یک کاسه آبی خنک بیار، یک کاسه آب بیار. گفت که جگر سوخته است.
و زنی با عقل با خیرت میگه نگاه کرد که میگه که همسرش که بسیار تصفانه است، یک کاسه آب گرفت، میگه یک چند خسته در بالای آب پرتافت، یک چند خسته پرتافت، میگه نزدش آورد. مرد میگه گپ نزد و آیسته آیسته میگه آب دم کشید، پورا خورد. گفت زنه، گفت بارک الله، رحمت خدا برت باد، بسیار آب شیرین نه که اگر خساش نمی بود با یک دم میخوردمش، همین خساش چرا برای کار کردی؟ مردک جان گفت پیغمبری بزرگان محمد صلی الله علیه و سلم گفت است که وقتی که انسان بسیار تشنه میموند، آبی اگر خنک خورد در جگری و چی معده کسلی پیدا میشد. من از زمین ترسیده گفتن این کار کردم. ببینید بسیار دوستداری شوهرها بدن. بسیار عزیزان بینید، از زنهای پیغمبر برای شما میگم، شب بینید وقتی که شب میشده است بسیار خودش دختر آراسته میکرده است. حالی زیباگی زن برای مردی خودش است، شوهرش است، لیکن امروز زیباگی زنی ما شما در کوچه شد، در طول شد، در مرکه ها شد. از زیباگیش خدا خواهد لذت نمیبری. شب که شد نگهت خودش زیبا میکرد است، لباس های قیمت بها تمام همون سرمش از دیگه ازش میکشید است، نزدیک جاگه شوهر می اومد است. میگفت است مردک جان یک سوالت میتیم، اگر با من حاجت داشته باشی من تیار، بیا خواب کن. اگر حاجت نداشته باشی من قرآن خوانم، من نمازام دوام تیم. بینیم امروز ما زیباگی زن در کوچه میبینیم، زیباگی زن در رکلام میبینیم، زیباگی زن در چی بازار میبینیم، زیباگی زن در توی میبینیم. کنی کدام زنی شما همین شب بیا که زنک همین داملا اومد صحبت کرد، همین خیامون لباسه قیمت پوش یک بار در پیش من رقص کرد، میگه گور درود میگه من کجا رقص میکنم؟ یکی پیش مرد بگونو رقص میکند. ولی رقصی وای زیباگی وای برای شماست عزیزان من. افسوس، صدها افسوس. بینید این چیزا را فهمانن زنهان انشاءالله خدا کرد، چون که شما راضی نباشین زد جنت نمیدراید. رضای الله فی رضای زوج، رازگی خدا در رازگی شوهر عزیزانی من. و غضب الله فی غضب زوج، غضب خدا در غضب شوهرش است. ببینید خدا سه چیز مقید کرده است. ببینید خدا قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقیموا الصلاه و ایتاء الزکات. شما گفتن نماز برپا کنین، نماز بخونین، بعد این نماز خوندن زکات مالات نتین. عزیزان من کدام انسانی که بای باشی نصابی 85 گرم طلا داشته باشی و زکاتی نتی نماز خوان باشی نمازت قبول نیست. نماز با زکات وابسته است عزیزان من. دویم عملی که ما رازگی ما و شما در رازگی پدر و مادر مقید است. کسی که اگر نماز خواند، طاعت کند، عبادت کند، پدر و مادرش ناراضی باشد نمازت قبول نیست، جنت نمیدرایی. چون که رضای الله فی رضای الوالدین، رازگی خدا در رازگی پدر و مادر است عزیزان من. و غضب الله فی غضب الوالدین، غضب خدا در غضب پدر و مادر است. ببینید عزیزان من، سیوم انشاءالله چیزی که خدا خواهد برای ما شما است، رازگی خدا در رازگی پیغمبر است. کسی که نمازهای فرض میخوند، امروز شنیدید بعض جوانا برمده است فقط نماز فرض میخونده است، نماز سنت نه، نمازت قبول نیست. چون خدا قرآن میگه استعیذ بالله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، شما اطاعت من کنه و اطاعت شوهرای من، اطاعت پیغمبرای من کنه. اطاعت خدا پیغمبر یک جای است عزیزی من. دویم حقی که بالای مرد است میگه اهل و عائلش میگه به نماز، طاعت، عبادت آموزد. ما مردها نماز میخوانیم عزیزانی من، لیکن زنها هم نماز نخدا خواهد امر کنه. نمازشون خونن، طاعت کنن، عبادت کنن، وقتا که با کوچه میبراین حجاب کنن عزیزانی من. یک رومال در سرش این فرض است، این امر الهی است. روز قیامت میدانیم پیغمبر بزرگ گفت سختترین عذاب بالای همان مرد است که عائلش به نماز میموند.
روز قیامت همین فرزندکایی که داریم روز کلین و دخترون زنهایی که داری روز قیامت جوابگر هستی پیش الله. پیغمبری بزرگ گفتن کلکم راین و کلکم مسئولتون عن رعیته. شما گفتن هر یک تو به منزله چوپان هستین، از زیر دستان خود جواب خواهید داد. این زن چون که دستنگر شما است، شما پرزیدنت خانه هستید، چون که خدا در قرآن شما را مدح میکنه سوره نساء استعیذ بالله الرجال قوامون علی النساء. ما میگن مردها را تربیه کننده آفریدیم در بالای زن. عزیز من شما را پرزیدنت کرد زن وزیر، الحمدلله. باید که شما عزیزان من خودتون نماز خوانید و اهل عائلتون دخترات نماز خوانند. ابوالحفص کبیر بخاری که عالمان بخارا هستند، خدا رحمتش کردگی باشد، در سخنش میگن برای یک زن 4 کس روز قیامت جواب میداد است. برای یک زن 4 کس محکمه سود الهی در جواب میداد است. یکم انشاءالله پدرش، دویم مادرش، سوم شوهرش، چهارم تاغاش. برای چی؟ گفتن نزدیکترین زن در دنیا شما بدین. برای چی؟ اگر نماز خوانش نکنی، اگر عبادت کنندش نکنی، اگر حجاب دارش نکنی، در پیش الله انشاءالله پاک جواب میدی. پاک روز قیامت در دوزخ منبر آتشین است. زن و شوهر داخل میکرد، زن میگفت است مرد بر تو این مرد باد که در دنیا من برای نماز خوندن امر نکردی. امروز کار نکنه گوجای شکایت میکنی. امروز گفت نکنه کدام داملا را بینی میگویی که زنی من گفت من نمیکند، زنی من فرمان نمیکند. در همین باره صحبت کنه نیکی شما هم برای چی فرمان خدا را نسبت زنهاتون نداره؟ امروز برای چی نمیگیش که زنک جان نماز کن، طاعت کن، عبادت کن، کوچه برمدی با شرم و حیا کن. پیغمبر بزرگ که زمان میاد که کاسیات العاریات میبراید، لباس پوشیدگی لچکا میبراید. امروز لباس ها وظیفه خش اجرا ندارد. باور میکنی بعض زنها پوشیده است ناموس میکنی، از دیدنی چهرش ناموس میکنه. عزیزان من لباسای خوب پوشه انشاءالله خدا خواهد. لباسای زنها را خدا خواهد خوب پوشونه، عروسا را لباسای خود پوشونه و با طاعت عبادت و نماز امر شکنی. پگه پیش خدا ده هزار عذر کنی نمیشه. خدا در سوره تحریم آیت 6 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای بندگانی من خودتون و اهل و عائلتون از آتش دوزخ خلاص کنین. آتش دوزخ خلاصش 5 وقت نماز است. خلاص عزیزانی من، چون که بنا اسلام 5 باشد لا اله الا الله هر روز میگویی. 5 وقت نماز در یک سوتکه خدمت میکنه که پیش الله است. 1 ساعت پیش الله میسته. این روزه در 1 سال 1 بار است. زکات گاه ها ساله میشود که میتی، گاه ساله میشود که زکات نمیتی. یا نمی حج در عمر 1 مرتبه است. یگانه میکنه که کاری ما شما عزیزانی من انشاءالله چی است؟ 5 وقت نماز است. نماز خانه است. از نماز یگان کس زیان کردگی نیست یا کرم یگان کس. نماز یگان کس راه بد نمیبرد، چون که خدا وعده میکند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. میگه نماز شما را از کاری بے شرمی، بے حیاگی، عرق خوری، زناگری، دزدی، قماربازی، پرستنچکی، دروغگویی، حقیقت خوری، غیبت و بهتان کنی گفت شما را فقط نماز میداره. خلاص این وعده خداه. کسی که ارگینا نماز خوان میشه 5 وقت نماز در وقتش میخوانی انشاءالله این سری گناه نمیدهی. من امروز دادی مردم برمده است از دستی چی؟ مردم یا پدرها امروز از دستی بچه ها آزار کشته سادیند، یا که زنها از دست انشاءالله دستی زنها شوهرها. برای چی؟ چون که ترسی خدا نیست، خدا را نمیشناسد. اگر حقیقی خدا را شناسد انشاءالله ارگینال مسلمان میشه که 1 کس آزار نمیرسد. 1 کس خدا خد در اسلام 1 شعار است لا ضار ولا ضرار فی الاسلام. در یگان کس ضرر دیدن و بیان کام کس ضرر رسوندن در اسلام نیست. عزیزانی من اسلام دینی تروریست نیست، الحمدلله دینی که انسان ساز است.
وقتی که این راه قدم میمونی تماما حیات دیگر میشود، تمام معاملات دیگر میشود، رفتار دیگر میشود، گفتارت عزیزان من دیگر میشود. بعد این خداخواد انشاءالله اهل آیلتون به نماز عمل کنین. یکی حق دیگرش از حلال میگد باید مرد زن بخوروند. عزیزان من از راه واشی حلال خونین، کار کنین. جوانای عزیز، خدا حتی جوانی بیکاره چیزا بد میبیند. میدانین پیغمبر حدیث است ان الله یبغض الشاب الفارغه. خدا جوانی بیکارچیا بد میبیند، دشمنش میدارد. کار کن ان شاء الله خدا خواهد، مهنت کن ان شاء الله خدا خواهد، حلال خور، حلال پوشون زنا خدا خواهد فرزندکاتنا. یکی کسب حلال کن خدا خواهد. عرق فروشی نه، خوب فروشی نه، از راه زنا نه، از راه پرسن نه، از خدا بترس. یعنی حلال کسب کن، حلال فرزندکات خورن. امام حنبلی صاحب یک مذهب هستند. همین حضرت زن شد، میگه من از زنم گریان کرد. گفتن چرا گریانت کرد؟ همین زن میگه که میگه مردک جان مونگش نگیرم مرمو کاری کرده از وشی حرام نخورون که ما پگه آتش دوزخ نخلاص نداریم، طاقت نداریم. چون که رسول الله حدیث هست میگه آن چیزی که آب و تاب میابد بدن انسان از حرام اولا بالنار وای دوزخی است. عزیزی من از وجه حلال خدا خواهد شد. نفقه بهترین میدانه چی است؟ صدقات بهترین، خیر بهترین میگه گذاشتن لقمه حلال میگه بزن است. اول خیر بزن تا که خدا خواهد انشاءالله. زن تا شرایش مسکوست که کرد، میدونی مسکوست که خدا خواهد انشاءالله. من در کوچه خودت خدا خواهد انشاءالله چای خونه میخوری، 2 کیلو 3 کیلو گوشت زر میکنی خدا خواهد انشاءالله. بعد زنک نیم کیلو گوشت میبری. با چی میگم؟ با زنک اینا نمک کرم خودت نخوری با میمری. زمیکن یک کرم این با مهمان میاید با یک جوره علی شیر کمیاری خدا خواهد با میگم زنک گوشت انداز با بخریمش و بیچاره همه که یک گوشت میخوره و هم با نمیخوره و 4 تا فرزند داشته 3 تا 4 تا گورگاری پوسته میستن همین کاسنگش هم زده میخورن بیچاره همه ای شیر با یک دم میکشه نمیکشه بیچاره. بعد بگی کجا مرد است تو اول چم چای خونه آیلت تامین که انشاءالله خدا خواهد آیلت من خدا خواهد مسکوست که حدیث بشه نکن 2 کیلو 3 کیلو گوشت. یک جوان چی میگه ناملا جان من همین پیش 2 کیلو گوشت میگرفتم حاضر همین 1 کیلوش هم رسته است نیم کیلوش که گفتم این است بیچاره هم میبرن نشانش میده خلده که نمونده از میگیرن دیدی هم دیگه دیدی چی دیدی حیات است. این چی زندگی است که زن رابط خود زن ما پوستم در کار. زن فقط در داخل خانه زندگی کردنش در کار. گفتی فردوسی بزرگ زنها را بس از یک هنر نشینند در خانه و زاین شیران نر. وای وظیفه شیران نر تولد کردن است. وظیفه شما را خوروندن پوشوندن خانه تازگیش نگاه داشتن شما را به نفقه و به نفسش تامین کردن است وظیفهش. تا دیگه بعد کار کرده بشا کجا باید خواه میرود حلاق بچاره. مرد زن میپوید زن مردنی عزیزانی من. بعد آرزو میکنی که هر شب زنم بگویم با من جاگه خوابی کنم و بیچاره رابرتاری کار کنن با در خانه نانی تزک نباشد، در خانه افکاتی تزک نباشد، گوشت و چیزی تزک نباشد و چی خیلی حیات است عزیزانی من. پیغمبری بزرگوار فاطمه مادر نمونه به حضرت علی داد پگه برفت دروازش تخت تخت کرد. فاطمه مادر گفتن کی است نزدی دروازه؟ من هو این دلبا. گفتن انا ابوک من پدرت میشم محمد هستم. در گفت پدر جان در دروازه کشیدم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در این طرف علی شنان در این طرف فاطمه را شنان. گفت بچه‌ها میدونه گفت من یک نصیحت میکنم ما شماری خیرس و ما شماری خیرس مود داشتیم امروز خیرس هر خانه میده 10 تا 15 تا خیرس و خیرس چی فایده؟ قرآن پدر که خدا خواهد انشاءالله حدیث پدر که تا که او عروس دیگرگون شود او بچه یک وقت یک حدیث ورق زنه و حیاتش دیگرگون شود. میگه چی گفتی پدر چی میگه؟ گفت که علی گفت میدانی وظیفه چی است؟ تو گفت از بیرون تامین کردن خاندان است. از بیرون گفت کار میکنی؟ گفت در بیرون گفت نفقه زن تا خودت میپایی. گفت میدانی؟ گفت فاطمه وظیفه تو چیست؟ وظیفه تو گفت یعنی خانه
اداره کردن است، فرزند تولد کردن است، مهر تا به شوهر دادن است. عزیزی من ببینید این نصیحتی که پیغمبری بزرگوار کرد یگان ته شما کرده که نگویی چی؟ من پیش امروز 70 80 ندورمده همین نصیحت ها آیا ما کرده مینه نمیکنیم، چون که نمیخوایم که زنی ما و شما از یک چیز باخبر باشد. با بعض جوانان وقتی که ما زنها را عملش میگه این زنه که نگو که نشنوه که با کاری من حالی من دوایه. زنم حقوق دارد، زنم مثل مرد برابر حقوق است نزد اسلام. عزیزان من اگر حقیقی امت میشونگی ژنوسکای موزوسکای کار اجدا نمیکنی. در اسلام ژنوسکای موزوسکای کار نیست، ولی بسیاری همه کاری خونه زنه کنه اینم کار کردیت شد. نه پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم بوز جوشیدگی نون بستگی شاک شفتگی چای دم کردگی افقاد کردگی همه حالتی که در یعنی خداخت وظیفه زنانه بود محمد صلی الله علیه وسلم کردگی. عایشه مادام از سوال داره که محمد در خونه چیکار میکنه؟ گفتن کتش خودش میدوزه. محمد در خانه چی کار میکنه؟ گفتن پتینکاش کلیشاش که میکنه خودش میدوزش. حتی یک حدیث صحیح است پیغمبر بزرگوار یک روز آب طهارت تیار کردن. عایشه مادام ده که یا رسول الله همین آب ما تیار کرد که میشود کو؟ گفتن اگر من ای دستم بیاید و این کار برای شما امر کنم من شما را ظلم کردگی میشم. نیکی امروز زن تا چه ظلمو میکنی خلافت به بیچاره میشوک با این طرف هم گذاری یک لغت میزنیش او طرف هم گذاری یک لغت میزنیش او طرف هم گذاری حقارت میکنی. نخلاق محمدیه محمد عایشه مادر چی میگفت؟ عایشه جان ای سرخی نروی من یگان تا گلم گفتی مرمت گفتی خرمت گفتی همین روزان ده نمیگویی چون ناموس میکنی. زنی خود تا خرم گوی لیکن میگونه زنه که بگوی نه مرمت نه خرمت تلفن ده جوانا بودن تمام زنهای خانم ها ویران کرده سودیان به تلفن ها نیکی زنی خود تا مرمت خرمت شیرینم اصلم. پیغمبر بزرگ عایشه مادرم ما چی میگفت؟ ای سرخی نروی من از گجای پیاله چای خورده که لبی من همون لبت نبرسه. بین از گجای پیاله چای خوردی اینه ما با بعضی اما با آیله و شیشته چای خوردن نفرت میکنیم خیلی بای بچه ها برمده است. سنت است که باید مرد در آیلش با همراهی چی؟ یعنی آیلش طعام خورد. با همراهی آیله سنت است. سبب چی؟ چون که میگه وقتی که در اونجا میشینی بچه یکتا میبینی که با کدام دست طعام خورده است تعلیمش میتی یا مبادا صرفا نگویش بچه جان طرفی او طرف بین یا این کار کن یا که یگان به یگان چیز پاک نکن از پیش که و ها کذا این تعلیمات میگه باید پدر در خانه در نشاله بکن ناموس نکند. از خدا خواهد آبی بینی نبیرد از آبی بینی بچه یک ناموس نکن. ما هم همون خیل بدیم یک زمانی ما اکن آدم شدیم ما اکن انسان شدیم ما هم یک زمانی کودک بودیم همچنان معامله داشتیم همچنان به ادب بودیم. دیگه ادب که یاد مداد معلم نخستین پدر مادر یاد مداد امروز انسانی خوب شدیم. عزیزانی من وقتی بسیار میگیم درباره رمضان کمتر صحبت میکنیم ان شاء الله. خدا خط من مبارک بادی ماه شریفی رمضان الحمدلله. عزیزانی من روزای نزدیک است. خدا خط این ماهی امتی محمد صلی الله علیه و سلم است. الحمدلله دنیا را فرا میگیرد. روزای نزدیکمون شمارمون پیامبری بزرگوار میگن کسی که در داخل شدن ماه شریف رمضان خرسند شود شادی کند یک دیگر را تبریک کند آتش دوزخ برای وی حرام است. غمگین نشو که از نام میمانم ای مرکم میمانم ای عبید میمانم غمگین نشو میگن خرسند شو چون که این ماه است که انشاءالله خدا قد امام بخاری رحمت الله گفتن که رمضان گفتن 3 قسم در تقسیم بشود. اولها رحمتون و اوسطها مغفرتون و آخرها عتق من النیر. 3 دهه پیغمبر بزرگ تقسیم کرده داد. یکم دهش است دهه رحمت. کسی که روزه را میگیرد انشاءالله خدا خواهد خدای تعالی در رحمت سزاوارش میکند. دویم دهه اگر روزش گیرد خدا تمام گناهش مغفرت میکند. بے گناه مثل از مادر ما تولد میشیم همچنان الله سبحانه و تعالی گناه تا میگذرد. سوم انشاءالله عتق من النار از آتش دوزخ شما را
خلاص میکنند. آتش دوزخ بر شما روزداران حرام میشد عزیزان من. این روزه فرض الهی است عزیزی من، فرض است، این قرض است. این چیز گیرین خدا خواهد. کسی که بچه ها 12 ساله می شود، دخترها 9 ساله می شود، این عبادت، نماز، روزه، این چیزا در گردنی و فرض می شود. روزه رو بگیره خدا خواهد انشاءالله. این سنجش الهی است. الله ما شما را 1 ماه به خدا خواهد این چیز می سنجد. 1 ماه سنجیده ما شما را می سنجد. کنی گفتی خدا را میکنه مینه. همین روزه فرض شدنش هست میدانیم. خدای تعالی عقل آفرید. همین عقلی که ما شما داریم امروز، همین عقل، خدا این یک مخلوق است مثل ما شما. همین عقل آفرید. گفت که ای عقل پیشتر بیا، پیشتر اومد. عقل گفت عقیبتر برو، عقیبتر برفت. گفت که عقل گفت بگو تو کی هستی، من کی هستم. عقل گفت تو آفریدگاری من هستی، من بنده ضعیفی هستم. گفت من را در بهترین انشاءالله جا که در مینه جاش کرد. نفس خدا آفرید. نفسی که داریم ما 2 تا نفس داریم، نفس بالای نافی، نفس پایان نافی. همین 2 نفس نزدورت رسد انشاءالله خدا خد این دنیا نم و دنیا نم نجات میابی. الا نرسد چی؟ عذاب نگرفتار میشه. من نفسی بالا چی؟ از بد نفسی پاره نخری، خدا خد انشاءالله حرام نخری. نفسی بالا، نفسی پایان، این بدترینش زنا نکنی. اگر زینو در خدا خواهد جلو کرگیری خدا خواهد نفسی پایینگی دم انشاءالله جنتی میشه. این دنیا هم خور نمیشه. امروز اکثر کسلا میدونه چی است؟ کسلایی که امروز فشار خون، کسلی سکته دیل، کسلی خدا خواهد سوزاک، کسلی خدا خواهد انشاءالله چی دولینیا، همش از گناه است. وقتی که زنا میکنی بدتر سولرس دولی نمیشه سکسکه. چونکه تحصیل میگردی که مبادا اثبات نشم و همسرت خدا دادید حلال کرده. چقدر میتونی سهره بگی همین وقتی نماز نموشد دیگه ای خطه وی مزه که باوی چه به حرام رفتن عمرت کوتشیدن. حرام کسی زیناگر 3 کار وجود میاد از خدا بترس. یکم عمرت کوته میشود، زیناگرها عمر دراز نمیبینن. دوم رود بیرون میشود. خدا سیما و صالحین نور دادگی است. سیما و صالحین که از نور شما آدم ها سیر نمی شوند. این نور هم میگیره خدا. سیوم انشاءالله خدا خواهد چیزی که از خاندانت برکه می رود. اگر میلیاردر باشم وعده پیغمبر دروغ نیست. کسی که میلیاردر باشم آخر عاقبت اگر زنا توبه نکنی نگردی الله سبحانه و تعالی خدا خواهد بانکرات میکند. آخر عاقبت خدا خواهد خار میشوی. در کتاب تورات نوشته بوده است کدام زنک بازی که اگر توبه نکند از راهش نگردد در همه دنیا خدا کورش میکند. همه دنیا کورش میکند خدا. همین نفس میگه آفرید میگه خدا گفت که نفس اینجا بیا ایجاش نجنبید. نفس گفت عقیبتر برو نرفت. نفس گفت تو کی هستی من کی هستم، تو هستی گفت من هستم. منی کرد. 100 سال خدا در آتش دوزخ سوزوندش. 100 سال بعد برآوردنش با پرسیدنش که ای نفس تو کی هستی من کی هستم، با گفت که تو کی هستی من هستم. منی کرد. کی بر کرد؟ 100 سال دیگر از عذاب گشنگی مبتلاش کرد. بعد برآوردن بعد گفت که نفس تو کی هستی؟ من گفت بنده ضعیفی تو خدا پروردگاری من هستی. برای همین 30 روز روزه فرض شد. 30 روز روزه فرض شدنش همین سبب است. یک سببش آدم علیه السلام گندم خورد در روی زمین برمد 30 روز نحل شد داده. همین سببا که روزه انشاءالله خدا خواهد برای ما فرض شد. عزیزان من برادر اهل اسلام بیاین انشاءالله خدا خواهد این ماه هم مبارک دونیم. این ماه نه خدا خواهد انشاءالله بینین هر یک عمل شما خدا خواهد چی از ثواب است. حتی سخن شما نفسایی که میگیره خواب اگر سبحان الله الحمدلله الله اکبر خدا قبولش میکند. حتی میگه دهن بوی روزدار نزد الله از مشک و عنبر نخدا خواهد چی است خوشبویتر است. نزد ما شما گرم میشیم ایدن بوی سوختگی میآید، لیکن نزد الله از مشک و عنبر انشاءالله خدا خواهد. در این ماه تمام دروازهای جنت گشاده میشود. عزیزان من دروازهای دوزخ محکم کرده میشود و شیاطین ملعون مرجوم کشنگ زده میشود در ماه مبارک. یگان کسی وسواس نمیکند. خدای تعالی کشنگش میزند. عزیزان من
برای این انشاءالله خدا خواهد بیاین عزیزان من، بهانه ها نکنیم. دوری در این ماه اگر بیمار باشی نترس، خدا قرآن اجازه داده کسانی که کسلی زیاده منن، سخر کسلی دارن، کسلی قند میگیم، طوری همین آدما نخرن تا اینا میخرن فدیهش میتیه. یا که زنهایی که حامله دار هستن، زنهایی که بچه مکون هستن، یا که پیرکی های هستن که خدا خواهد حالتی داشتن نمیتونه، فقط اینا فدیهش میتیه، خدا راضی میشه. تو ندرس، خدا مهربانه، خدا خواهد انشاءالله به همه حالت ما و شما انشاءالله خدا خواهد مهربان است. ما یک غزلی که درباره رمضان است قرائت میکنیم انشاءالله خدا خواهد صحبت به پایان میرسانیم، چون که وقت ما هم زیختر است انشاءالله خدا خواهد، چون که با 2-3 سال ما راه میریم. برای این انشاءالله الله همه ما و شما مبارک کند در این ماه خدا خواهد انشاءالله با یک خرسندی، با یک چهره شاده قبول کنیم انشاءالله خدا خواهد، شادی کنیم انشاءالله خدا خواهد. من ببینن فقط یک عبد نمیکنه خلاص، باور کنین ساری یک تقارچه باشه میزنی، بگه یک تقارچه باشه میزنی، فقط یک تا عبد خلاص نمیکنیم خلاص، یا نمی یک تا عبد، همین عبد خدا خواهد اگر زور مرسد دیما ما روزه داریم انشاءالله خدا خواهد، روزه رو میگیریم، روزه رو انشاءالله خدا خواهد میگیریم تا نیت کنیم، نه که دروغ نگو. ولی بعضی همین ماه رمضان دارد پال تلفن ما شب و روز کار میکنن، میدونین هی داملا من میونم در میکنن، آشپزانم در میکنن، یا گردم نه، اگر دروغی خدا همین درد میتیه، از خدا بترس. چون که امام بخاری رحمت الله علیه، خدا بخشنه که هموطنی ما و شما، امام که بخاری رحمت الله علیه الحمدلله از شهر بخارای شریف که 36 حدیث صحیح نیستگی هستن، در همین حدیث یک حکایت، یک حدیثی که اولین کتابت کرده هستن که انما الاعمال بالنیات، همه عمل ها به نیت وابسته است. نیت ها را خوب کنیم انشاءالله خدا خواهد، نیت ها را نیک کنیم انشاءالله، با از اینم خوب میشید، با از اینم نیک میشید، با از اینم رفتار و گفتار چی میشود انشاءالله خدا خواهد خوب میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد، با ریزقی فراوانش ماهی رمضان آمد، با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد، با ریزقی فراوانش ماهی رمضان آمد. زی این امری خداوندی سر پیچی مکن هرگیز، ای بنده به فرمانش ماهی رمضان آمد. زی این امری خداوندی سر پیچی مکن هرگیز، ای بنده به فرمانش ماهی رمضان آمد. این روز به ما فرض است، بر گردنی ما قرض است، بر خلق مسلمانش ماهی رمضان آمد. این روز به ما فرض است، بر گردنی ما قرض است، بر خلق مسلمانش ماهی رمضان آمد. یک ماه به ما مهمان، این ماهی پر از احسان، من ماهی پشیمانش ماهی رمضان آمد. یک ماه به ما مهمان، این ماهی پر از احسان، من ماهی پشیمانش ماهی رمضان آمد. از تشنگی ترسانیم، از گوشنگی لرزانیم، الله کند آسانش ماهی رمضان آمد. از تشنگی ترسانیم و از گوشنگی لرزانیم، الله کند آسانش ماهی رمضان آمد. بگشاده دری جنت، دوزخ درش بستم، چون هدیه رحمانش ماهی رمضان آمد. بگشاده دری جنت،
دوزخ درش بستم چون هدیه رحمانش ماهی رمضان آمد. نسیمی چه خوشحالیم از آمدنی این ماه، شاد از دل و از جانش ماهی رمضان آمد. نسیمی چه خوشحالیم از آمدنی این ماه، شاد از دل و از جانش ماهی رمضان آمد. با فیض و به احسانش ماهی رمضان آمد، با رزق فراوانش ماهی رمضان آمد. از تشنگی لرزانیم، از گشنگی ترسانیم، ماهی رمضان آمد، ماهی رمضان آمد. البته این ماه برای ما شما الله سبحانه و تعالی مبارک گردوند. عزیزان من، الله سبحانه و تعالی خدا خواهد با خدا مناسب بیند روزای خوب با شما عزیزان هم صحبت میشیم. الحمدلله در این دور و زمانی خوبی، در این زمانی که شاه عادل ان شاء الله الحمدلله بالای ما و شما است، بسیار شکرانه کنیم ان شاء الله. خدا خواهد شکرانه کنیم، دعاها کنیم. الله سبحانه و تعالی خدا خواهد این وطن با از این دم خدا خواهد چی منورتر، از این هم انشاءالله با پرفیض و پربرکاتر در این ماه خدا خواهد از سختی دل دعا کنیم خداوند انشاءالله همیشه شادی ها را در خاندان ما و شما و غم و غربت انشاءالله جنگ و جدال از بین ما و شما اله دور بگرداند. اله خداوند همه ما و شما را برای راست، برای صراط المستقیم، برای که انبیا اولیا رفتن خداوند به همه راه راست هدایت نماید و توفیقی دا عبادت کرامت نماید و این داماد و عروس هم خداوند بخت و سعادت بینشان محبتی یوسف و زلیخا را خدا پیدا کند، بینشان محبتی محمد مصطفی و خدیجه کبرای الله سبحانه و تعالی پیدا نماید و در سال دیگر خدا مناسب بیند نمریم ترتوی پسرچه این برادر خدا خود با خدمت کردن الله، همچنان دوستان همچنان یاران انشاءالله اشتراک کردن الله سبحانه و تعالی اله میسر بگرداند. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه. یک خدا خوری محترم نمیتین یک تلاوت میکنن بعد دعا میکنن. دعا کنین و بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا رب المبارك ومباركة القرآن العظيم الشام boshdan oxir o'qilib xatmi kabir bu taraf mana xatmi sag'irlarni o'qishlik eshitishlik baxtiga musharraf etganiga o'zinga cheksiz hamd. Bu mubolaka Qur'on eshitgan yatimizga beriladigan ajr savoblardan hammamizni ziyoda nurlantirgan. Qur'onga Alloh mana bu dargohda ajoyib bir mana bu ulug'larimizga Alloh taolo munosib aylab qadam qilishib juda ziyoda bir siz bizlarga ajoyib bir hikmatli so'zlarni yetkazishlik, mana eshitishlik baxtiga musharraf etding. O'zingga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Amin, amin. Azizlar, bu jonimiz bilan bir zarur bugungi kundagi hayotimizga eng dolzarb masalalarni aytdilar. Afsus, ba'zilarimiz ehtimol tushunolmagan bo'lsak, ozroq masalan bir o'sha zinoni qanaqa yomonligi, bu ota-onani qay darajada inson uchun duolarning barakoti, bu taraf Ramazon sharifida poy qadamlarning barakoti, bu taraf azizlar, yoshlar masalan hammamiz shu kasalga yetamiz yoki ayollarimizni qalbiga yetmasligimiz, ularga shirindan shakar so'zlarimizni aytmasligimiz, qaytib ishxonalarda sinfdoshlarimizga o'sha bor kuchimiz bilan yondashib ularda shirin shakar o'sha ayollarga qilingan so'zlarimizni ayollarimizga aytishimizni maslahat beryaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha roziyallohu anha onamizga qizil yuzligim deb marhamat qilar ekanlar. Shunaqa so'zlarni aytishlik, eshitishlik baxtiga hammamizni musharraf etgan. Onajonimizdan rozi bo'lgan. Bu zot bir bamisol bir daryo ekanlar. Ajoyib bir holatda bizlarga yetkazdilar. Afsus, men shu daryoni tasavvur qildim, bir turbani ichida o'tib ketgandek bo'ldilar. Bu turbani yoki olib tashlab yoki o'zbekcha bizlarga yetkazishlik ilm ma'rifatni Allohning o'qishiga nasib etgan. Amin. Hammamiz zavq-shavq bilan eshitishlik baxtiga doimo musharraf etgan. Juda biz rohatlandik, ba'zilarimiz ehtimol tushunmadilar. Afsus, endi azizlar, hammamiz mana shunday tillar bilan bahor bo'laylik. Bular hammamizni qalbimizni bir nuri ekan. Allohning sandan ziyoda so'raymiz, Allohjonimizga ilm ma'rifati ziyoda o'zing ato aylagan. Hammamizni ilmiy nofi ilmlarni o'zing ato aylagan. Mana shunday bir ziyoda, bir 2 yoshli haqida qilingan duolarimizni ayniq qabul aylagan. Amin. Bu kelib olamizni, bu Jumaboy akamizni xonadonlarda qo'ygan qadamlarini qutli, barakatli qilgan. Qo'shgaling bilan qo'sha qilishib, solih zurriyotlarni ota-onalar bo'lishlarini o'zing muvaffaq aylagan. Bulardan Parvardigor to qiyomatgacha oliy kulli Qur'on oliy oilalarda chiqishlarini o'zing muvaffaq aylagan. Hammamiz mana shu dargohga qadam bosib ketib qo'ygan qadamlarda tiyro savoblarni yetgan. Qur'onga ichkarida tashqarida xizmat qilayotgan aka-uka singillarimizni yaxshi maqsadlarni ziyoratga aylagan. Qur'onga mehribon. Bu mana shu 2 yoshli vaqt saodatini bir sababchilari 2 shu yoki qurganlar ekan. Shular birlarini chiroyli tushunib, Alloh ayollarni ularga ziyoda bir ta'lim tarbiya berishlikka davom etishlarini o'zing muvaffaq aylagan. Taqabbalallohu minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya Allah.